این درس هست که وقتی آب می نوشی میگی بسم الله. چی معنی؟ یعنی می نوشم به نام الله. وقتی که غذا میخوریم در اینجا میگیم که یعنی غذا میخورم به نام الله. داخل خانه میشین بسم الله، یعنی به نام الله داخل میشم، به نام الله حرکت میکنم. درس میخوانی به نام الله درس خواندن خود شروع میکنم. پس درس از بسم الله الرحمن الرحیم است که انسان هر کار مثبت خود به نام الله بکنه. و یک چیز فکرتان باشه، بعضی کسا در حرام نام الله را ذکر میکنه و اینجا توهین به نام الله میشه. یک نفر شراب میخوره، بعضی از شراب خورا به خاطر از اینکه تحقیر به دین بکنه و گلاس شراب العیاذ بالله میگه بگیرین یک گلاس شراب بخورین، نام الله را ذکر میکنه. چون شراب یک چیز مردار و نجس است و در اینجا تحقیر به نام الله می، اهانت و توهین به نام الله می، انسان از دایره ایمان خارج میشه. چرا بسم الله میگیم؟ وقتی که بسم الله الرحمن الرحیمش گفتیم از این خاطر چون عادت کردیم. ببینید عادت میکنه مسلمان که هر کار خود به نام الله شروع کنه. از این خاطر مجرده که کسی برش گلاس شراب میاره، این خود چون عادت داره که به نام الله نوشیدن شروع میکنه، پس اینجا میگه او من چطور به نام الله شراب شروع کنم؟ پس میگه این حرام است، من شراب نمیخورم. پس بسم الله مانع میشه از نوشیدن شراب و از انجام دادن هر عملی که مخالف احکام اسلام است.